باز یه نمونه وایرینگ دیگه که میخوام بهتون نشون بدم، برای مثلا فرض کنید این پی اس 1 که همینطور تو اطراف نگاه کنید یه فیوزی هست که در حقیقت تغذیه این باید با شماره سیم یا 1201 و 1202 تغذیه بشه. من این تغذیه این دستگاه رو بهتون نشون میدم. میبینید 1201 و 1202 به این L1 و Nش وصل شده. اینجا هم همین موضوع به نام L1 و N بهش وصل میشه. خروجیش از شماره 1203 1204 و همچنین RM11 گرند تشکیل شده. اینجا هم اگه نگاه بکنید 1203 1204 RM11 گرند، اینها ارتباطشون بهشون برقرار شده و در اون سمت قضیه میان و روی این سیستم ریدندن میشن. خط 1203 به DC این اولی میخوره که اگه من بیام اینو دنبال بکنم اینجا روی این سیستم میبینید که روی DC این 1 1203 قرار گرفته. بعدش 1209 هست که اگه بخوام نگاه بکنیم روی DC این خط که 1209 هست قرار گرفته و 1209 اولین کنتکت این سیستم است. شما اینجا میتونید این رو ببینید. پس از روی این مجموعه اولی 1209 این مجموعه 1203 با هم میان اینجا روی این قسمت جمع میشن و توسط این سیم که G1205 هست خارج شد و میره روی یک ترمینال فیوز خور. من این ترمینال فیوز خور اینجا نصب کردیم در جای نمایی. در نتیجه میتونم اینجا بهتون 1205 رو با دقت نشون بدم. این نگاه بکنید 1205 اینجا هم دیده میشه که این همون فیوز FS11 که در نقشه هم ما FS11 رو داریم و خروجیش RM1124. اگر با دقت نگاه بکنید اینجا میتونید RM1124 رو ببینید. با دقت نگاه کنید RM1124 هست، بعدش RM1224 و به ترتیب تمام این قطعات برنامه نویسی.